مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باز از یک صدمه مرگاور خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، صبح بر وقت 12 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 9:50 راننده ماشین تمغه اوپل استرا ریسبویف بهادر سال تولدش 1974 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دهات نوبهار نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف راست رو برآمده چپ شده است. در نتیجه راننده ریسبویف و دختر نابالغش ریسبویف و گلسیوره سال تولدش 2006 جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دیگر مسافران داخل افت مذکور همسرش ریسبویف و زهرا سال تولدش 1978 و پسر او ریسبویف اسدبک سال تولدش 2003 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اوید به این حادثه سنجش ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.